امروز روزی است که زینب سلام الله علیها دنبال برادرش امام حسین در جستجوی شهدای کربلا هستند. امروز روزی است که حضرت زینب سلام الله علیها بالای تل زینبیه نگاه میکند بر برادرش و از دور نگاه میکند از بالای تل زینبیه. اونهایی که کربلا رفتند میدانند کربلا تل زینبیه چقدر فاصله با قتلگاه امام حسین دارد. امام حسین علیه السلام وارد میدان است، در جنگ است. زینب سلام الله علیها نگاه میکند از بالای بلندی میبیند شمشیرها بالا میرود و پایین میآید. دارن برادرش امام حسین را شهید میکند. دست حسرت بر بالای سر میگذارد. وا محمدا، وا علیا، وا علیا، وا جدا صدا میزند. اینجاست که از وارد قتلگاه میشد. صدا میزند گل گم کردم خواهر منم من، اسیر خواهر منم من. گل گم کردم می جویم او را، به هر گل میرسم می بویم او را، به هر گل میرسم می بویم او را. یک مرتبه از حلقوم بریده صدا می براید گل گم کردهد خواهر منم من، عزیز مادرت خواهر منم من. در محمد آل محمد صلی آموزش انبار صلوات یک چند فرق هم میخوام بر محمد آل محمد صلوات. گل گم کردم به جویم او را، به هر گل میرسم به بویم او را. گل گم کردم به جویم
أجركم الله